پس در انتظار چه هستید؟ ما از شما دستور نمیگیریم. شما پیغام ببرید و پیغام بیاورید. بیش از این به کار ما دخالت نکنید. پیغام آورده ایم برای تو از سوی ایلک خان. میدانی سخنی را که یک پیک خاصه میگوید به منزله حکم رسمی است. میدانم، اما نمیدانم شما در این جنگ چه نفعی دارید. نفع ما در دستیابی به حکیم بو علی سینا است. باید مرزهای سامانی را یکی پس از دیگری بشکنیم و پیش برویم. از سخن را بشنو. اگر ترس مرزبانان سامانی دلتان را لرزانده است، زنجیر به گردنتان ببندید، از مرز سامانی تا دیار غزنه 4 دست پا و او کنان به دربار سلطان بروید. های! برخیزید! همه آماده رزم! بینی من بوی ترکان میبوید. ظاهراً هیچ کس در دشت نیست. دشت در سکوت سحر خیش خفته. اما چه کسی میداند پشت خاکریزها تیغ‌های آخته از نیام بیرون نیامده باشد. یک شب دیگر گذشت و هنوز زنده ایم. از ترس و هراس از مردن را در دل یکدیگر نکارید. کسی در دشت نیست که تیغی از نیام بکشد. آکان مردمانی مثل مایند. اما سلطانشان خلف افراسیاب و گرسیوز است. پاسخ خون زنان و کودکان با کیست؟ تو را به خدا بس کنید. هنوز کسی بر ما نتاخته. از چه میترسید؟ دلتان بی خود شده. دلتان لرزیده. ما به قوای رزمنده نیاز داریم که خواهد رسید. آری، به شرط آنکه امیر سامانی سخن مرا بپذیرد. میپذیرد. ناچار باید بپذیرد که میپذیرد. اگر دیار سامان را بخواهد میپذیرد. در دشت سایه هایی میبینم. بس کنید! بس کنید!
هنوز میتوانی بمانی اگر بخواهی. ایوان را چقدر راه بردی؟ او مرا برده. چند سال است که با اویم. باید حیوان را از سفرهای بسیار معاف کنی، پیر شده. اگر مرا از دیار سامانیان به دیار خوارزم برساند معاف خواهد بود. پس به گرگانج میرد. کسی در تعقیب تو؟ نمیدانم تا وقت چه باشد. آری به گرگانج میروم. باید شتاب کنم. پس از دیار سامانیان میگریز؟ نه میروم. چیست؟ چرا نگاه میکنی؟ لاشه گوسفند ندیده ای؟ جوانی در تعقیب من است. من نمیخواهم به او رو کنم. لباس روشن پوشیده و کتابی در دست دارد. تو او را میشناسی؟
نه تنها تنبل نیست بلکه بسیار زرنگ است و بسیار ارزان. هر 4 من به 1 درهم. یاد کن. میبینم، او را میبینم، من او را میبینم. از بازاریان است؟ تا به حال او را ندیدم. غریبه است. هم او غریبه است هم تو. حیوانت برگیر، راحت را بکش و برو به سلامت. میروم. اما استاد قصاب، پیه خام و چربی برای سلامت مضر است، خصوص برای حضرتت که پیه خام و چربی فراوان داری. میگویی چون تو باشم؟ پوستی بر استخوان؟ خیر، چون من نباش، اما اعتدال نگهدار در همه چیز و همه کار. تو محتسب شهر هستی یا طبیب یا فضول؟ هیچ کدام. برو به سلامت. مانع کس نشو. از چارسوق در پی من هستی؟ جاسوسی؟ لا والا، در این شهر غریبم. گرگانی هستم و در این شهر غریب و بیکس موندم. با من چه کار داری؟ وقتی اسب نعل می‌کردی دعا کردم که همه داراییت را برای اسب ندهی و لااقل 3 درهم برایت بماند. چند درهمی دارم. اگر طراری بدان که از کیسه‌ام خوب مراقبت میکنم. نزد مولایی درس میخوانم. مولایم به 3 درهم نیاز دارد، پس این کتاب را به من سپرد که به 3 درهم بفروشم. در چارسوق تو را دیدم، پنداشتم که خریدار کتاب تویی. پی فرصتی میگشتم تا کتاب را عرضه کنم. اکنون خریدار کتاب نیستم که به سفر میروم و بارم گران است. باید تعجیل کنم. باید بسیار تعجیل کنم. مشتری کتاب نیستم. روزگاری کتابخانه بزرگ در اختیارم بود، تماما در آتش سوخت. هنوز باید تاوان پس بدهم. افسوس، 2 روز از پی مشتری هستم. از صبح تا شام برای 3 درهم نقره. نگارنده‌اش بسیار بیش از این برای کاغذ فرعونیش پرداخته. کتابت در باب چیست؟ در اغراض مابعد الطبیعه ارسطو. مابعد الطبیعه ارسطو؟ مابعد الطبیعه ارسطو را بارها خواندم و اغراض را در نیافتم. چگونه وقتی چون منی در نیافت نگارنده ای تو دریافته؟ بگذار بروم، چون تویی خریدار کتاب نیست. اما من 3 درهم را به تو میدهم. پس کتاب را خریداری؟ نه، بارم سنگین است. به نویسنده‌اش بازگردان یا برای خودت نگه دار. افسوس، من صدقه نمیپذیرم. باشد. در پرچین اسبم بگذار. نویسنده‌اش خداوند حکمت ابو نصر فارابی است. راز مابعد الطبیعه ارسطاطالیس. مویم را در آسیاب سفید نکردم مرد. فروشنده قسم میگفت از شام این جنس کام نه من بهتر
کیسش پولیست بشنود، هر کس در کیسش پولیست بشنود. کاروانی از ری آمده و اکنون در چارسوق است. با شما هستم مردم. کاروانی از ری آمده و اکنون در چارسوق است. کاروانی از ری آمده با کوزه و تاج، خز و دیباج، یاقوت و پیروزه و بلور و لولینه، فلفل و زنجبیل، نرجس و عنبر و کافور، صندل و قرنفل، ارجول و بستان و جوز و دولاب، عرق و زعفرون و ابریق و زنبق و سولجان و کوسک و نبید و غیره و غیره. هر کس در کیسش پولیست بشنود. کاروانی از ری آمده و اکنون در چارسوق است. با کوزه و تشت، خز و دیباج، یاقوت و پیروزه، مویز و گوزه، فلفل و زنجبیل و نرجس و عنبر و کافور، ابریق و زنبق و سولجان و کوسک. ای مردم کوی و بازار، ای بازاریان، به دستور شاه نو، شاه بر تخت نشسته سامانی، در پی شیخ الرئیس حجت الحق بوعلی سینا هستیم. هر کس نشانی از او بیابد 70 دینار پاداش خواهد ستاند. در کیسه پولی دارد بشنود. هر آن کس که پولی دارد بشنود. کاروانی از ری آمده و اکنون در چارسوق است. با کوزه و تشت، با کوزه و تشت، بستان و سولجان و گردو برای فسنجان، خز و دیوار، صندل و آج، قرنفل و ارجول و جوز و زنبق و ابریق و نبید گلاب. زیان می‌کنند مردم کار. استفاده کنید از فرصت، به سوی چارسوق بیایید و ببرید لذت. از این همه اجناس جور بادور بخرید و ببرید به خانه و غیره و غیره و غیره و غیره. هر کس در من به این بیاید. بیایید مردم، بیایید. بده من پیر مرد، یه لحظه صبر کن تا ببینی چه میشنوی. بگید پیر مرد، برویم. پس چرا ماندی؟ خیال میکنم 70 دینار یافتم. کجاست؟ 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 درست مقابل چشمان من. چیست در مقابل تو؟ نشانی ها همه درست است. شیخ الرئیس بوعلی سیناست. مردک تو مستی نه سخیف. بازاریان هرگز 70 دینار زرافاش در بازار نمی نهند و بروند. کنار. مردک تو بوعلی سینا نیستی؟ چرا پاسخ نمیگوید؟ کر است؟ میگویند بوعلی سینا در نیشابور صدای بازار مسکران ری را میشنود. برویم. ما رندان سینه چاک بخت نداریم. اگر شیخ بود اساس میبردندش، دیگر دینار خرج نمیکردند. کاش تو شیخ الرئیس بودی مردک. با من سخن گفتید؟ آری، پرسیدم که تو شیخ الرئیس حجت الحق شرف الملک بوعلی سینا نیستی.
در مقابل این کتاب طلبه‌ای بیش نیستم اکنون. خود میدانستم. بخوان شاید تو نیز روزی چون او شوی طبیب مخصوص دربار سامانی. اکنون نیازمند فراغتی هستم برای خواندن این کتاب. شکرگزار می شوم اگر مرا آسوده بگذارید. مرد هیچ عاقلی در چارسوک به خواندن کتاب نمی نشینه. راست گفتید. باید مکانی خلوت و آرام بیابم. خدا نگهدارتان قلندران. خدا نگهدار. برویم. کجا رفتی؟ خدا چه خاکی برسرم شد. استاد قصابم. آی خدا استاد قصابم، کجا رفتی؟ کجا رفتی؟ کجا رفتی؟
استاد قصابم کجا رفتی؟ خدا رحمت کنه. کیست؟ استاد قصابم. ای مردش با میت چه میکنی؟ چه میکنم؟ ساعت ماره این از این برگشته چه میکنم؟ این کار معصیت دارد. چه کاری مردک؟ جسد را به حال خود بگذار. استاد قسام، پیه و چرمی برای سلامت مضر است. دیگر تا آخر عمر هرگز پیه و چرمی نخور. خدا نگهدار. آری چنین است. چون مطلب کمی ثقیل و در خور تأمل بیشتری است، دقت و سلام علیکم. می‌طلبم. فرض کنیم که انسانی سالم و فرزانه به دنیا آید. ای حکیم، آنگاه در خلا یا در فضایی قرار گیرد که فشار و گرما و سرمای آن فضا با فشار و گرما و سرمای بدن انسان برابری کند و فرض آنکه آن انسان به حال معلق قرار گیرد در آن فضا. ای حکیم، چونان که میان او و چیزها هیچ ارتباطی و تماسی برقرار نشود و آن فضا از نور و صدا خالی باشد، فضایی خالی، تاریک و تهی از هر چیز. آن انسان با آنکه از همه چیز مبرا و ناآگاه است، به نفس خیش آگاه است و هوشیار و آن نشان استقلال نفس است از جسم. علیک السلام.
ای شیخ مطلبی دارم. ابتدا پاسخ مرا بده. شما دو تن اکنون از راه رسیده اید. آیا میدانید از کدام کوی و معبر آمده اید؟ آری میدانیم، مطلب به همان مربوط است. بسیار خوب. میدانید به کجا خواهید رفت پس از پایان درس؟ به گمانم آری. به گمانم نه. میخواهی بدانی؟ آری. میدانی پیش از تولد از کجا آمده ای؟ نه نمیدانم. میخواهی بدانی؟ میخواهم. میدانی از کجایی؟ نمیدانیم. میدانی وجود داری؟ نمیدانیم ولی نمیدانیم. میدانیم. میدانی پس از مرگ به کجا میروی؟ آری. نه. میخواهی بدانی؟ اطمینان داری که میخواهی؟ بله میخواهیم. میخواهیم. تو خود را کثیر مییابی یا واحد؟ اکنون نمیدانم. اکنون مطلبی دارم تن که تو اعضا دارد پس کثیر است. آنچه واحد است نفس توست. میدانی چرا آفریده شده اکنون ای؟ هیچ نمیدانم. اما میاندیشی که به بدانی. گمانم آری. اکنون دست راست خود را بلند کن. اکنون بیایید در جمع ما بنشینید. اکنون نیندیش که بدانی. نمیتوانم. نفس انسان قبل از هر چیز به وجود خیش آگاه است. حکیم با علی سینا، برخیزید و با ما بیایید. خواهم آمد، با آن که مکتب را حرمت ننهادید. اما بگویید چرا باید بیایم؟ پس از آنکه این سوال را پاسخ گفتید، بگویید کجا می روید که همراه شما بیایم؟ پس از آن بگویید دستور دارید مرا به جبر ببرید یا به اختیار بیایم. پس سه پرسش شد. یکی آنکه چرا بیایم، دو تا آنکه کجا بیایم، سه تا آنکه چگونه بیایم. چرایش را نمیدانم، کجایش را میدانم، دربار خوارزمشاه چگونهش را نمیدانم. ما دستور داریم شما را ببریم. اگر به میل بیایید منت گذاشته اید، اگر به میل نیایید باز دستور ملغا نمی شود. اکنون خود شیخ بگوید این جبر است یا اختیار؟ پس شما به هر حال مرا به قهر میبرید. این جبر است. اما من میتوانم تلاش کنم که نیایم، که نمی کنم. این اختیار است. انسان نه مطلقاً مختار است و نه مطلقاً مجبور. در آنچه اختیار دارد هیچ جبری ندارد. پس به اعتباری مختار است. مسئولیت او در محدوده اختیارات است. ثواب و عقاب او در این بخش است. کلاس را تعطیل کنید ای حکیم. باید تعجیل کنید. تعجیل میکنم. اما کسی مطلبی داشت. ای حکیم، شما دو تن هنگام ورود مطلبی داشتید. استاد، هنگام مطلب دیگر گذشت. میخواستم بگویم آنان در پی شما هستند. میخواستم پیش از آن که به مسجد برسند اینجا را ترک کنید. افسوس. برویم به دربار خوارزمشاه ای فرستاده سرنوشت.
یک بوقلمون چاق از آشپزخانه شاه بیرون آمد که بر سفره شاه نرفت. این را از یک مطبخی شنیدم. در این باره هیچ نشنیدم. مطبخی می گفت بوقلمون به خانه مادر تو رفته. آهسته سخن بگو. این کذب است. چرا آهسته سخن بگویم اگر کذب است؟ آیا تو را از آن باکیست؟ آنچه بخواهی بشنوی میگویم، به شرط آنکه در این باب با هیچ کس سخن نگویی. 4 روز است که در قصر نصب شدم. میخواهم بدانم در قصر خوارزمشاه چه اخبار؟ پس چون سنگواره‌ای بیست، صدای پا میآید. امید من به اوست که میگویند در جهان طبیعیات چیزی نیست که نداند. من نیز چنین شنیدم. دستش شفا میدهد. بسیار رنجور شده. شیخ الرئیس بوعلی سینا را میگویید؟ شاهزاده را میگویم. چه بودند؟ یکیشان محمد سهلی وزیر خوارزمشاه. و آن دیگر؟ از خواجگان درباری. راجع به چه سخن میگفتند؟ اگر میخواهی شغل جدیدت را محفوظ بداری، چون تندیسی از سنگ باش، همسنج دیوار. درست وقت آن که کسی از این دالان میگذرد. چنین بودم. اما سخنانشان را شنیدم. سنگ که گوش ندارد. مطبخی میگفت یک بوقلمون چاق. میگویم. پس بگو بر سر مأمون ابن محمد چه آمده؟ شیخ الرئیس کیست؟ وای بر تو. هرگز اجازه نداریم نام شاهزاده را بشنویم، چه رسد به آنکه نام ایشان را بر زبان برانیم. امشب وقتی مهتاب بتابد به واقع سنگ خواهی شد. تو از مطبخ شاه بوقلمون میروبایی و سنگ نمیشوی. میگویم. بگو، در دم بگو، وگرنه نام او را دوباره بر زبان میرانم. مأمون ابن محمد. شاهزاده بیمار شده است. این را که تمام مأموران میدانند. بیماریش چیست؟ چون سنگ بیست